گم شو تو، کم حرف بزن بابا. خودت گم شو مانگو، همش میخواد رئیس مازی در بیاره. زود باش. لعنتی یارو باید خیلی مایه دار باشه. آره ولی هنوزم بهمون بدهی داره. جیگر تو بخورم. کدومو برمیداری ها؟ اینطوری ها؟ واسه من شاخ میشی؟ وای عجب چیزیه داداش. این لامصب هر چی بگی داره، سیاحت سقف متحرک. باید نقد میخرید. برای خرید اینا کلی پول داده ولی الان افتاد دست ما. آره میخوام ببینم چند تا میره. ای منو بذار رو اسپیکر. اینطوریه؟ خیلی خوب. نگران نباش داداش، من جلوتم. به خاطر جنابالی باید آروم و یواش برم. باشه هرچی تو بگی. یادت باشه باید مراقب اینا باشیم وگرنه سیمیان بازم بهمون پولی نمیده ها. هی داداش اگه دنبال پولی با جیبی جورت میکنن. اون کارشو بلده، 2 روزه جمع و جور میشی. که با تانیا بشینن دوتایی مواد بکشن؟ بی خیال مرد. واقعا شما جوجلاتا با این ماشینا حال میکنی؟ نه که خود گندلاتت از این ماشینای گرون قیمت سوار میشی؟ برو بابا، اصلا میخوای از تانیشا بپرسی؟ شک نکن اون با ماشین تو حال نمیکنه. هی به پیش سمت راست. باشه. بیا یکم به این فیلمسازا رانندگی یاد بدی. اوه اینجا فیلم برداری آره؟ بیا. دارم پا به پات میام داداش. سمت چپ. چشم. تو فقط ادعای پسر، فقط ادعا. عباره بابا. اینطوری نکن داداش، ماشین رو خط انداختی. سمت چپ. شنیدم چی گفتی؟ هی ما نونه حلال در میاریم، باید اول ماشینا رو تست کنیم بعد تحویل بدیم. یادت باشه این ماشین خودت نیستا. باشه دارم میام. میریم راست. خیلی خوب مرد باشه. چپ از محبت پارکینگ. یکم رانندگی یاد بگیر مونگو. باز شروع کردی؟ نکن فرانک، نزن بهم. گاز بده سیاه. آره تو راست میگی. از جاده چرا زدی بیرون داداش؟ وای میسد یکم ترافیک خیابونا کمتر شه. خب اصلا مهم نیست، همین که پوزه تو رو مالیدم به خاک بستم بود. این جوکار از کجا یاد میگیری جون من؟ لعنتی. خدای من پلیسا. آروم باش خره، سندشون پیش ماست. از خودت همه اینا رو بهشون توضیح بده، من تو بانگاه میبینمت. توضیح موضیح نداریم. چه غلطی داری میکنی؟
تو نجات پرستی. من ازت خوشم نمیاد. این ماشینم بهت نمیفروشم. داری حالمو به هم میزنی. همتون مثل حمید. این نجات پرست بهم توهین کرد. ببینم تو چی گفتی؟ به کی گفتی سیاه؟ نه من به کسی نگفتم سیاه. ببینم الان چی گفتی؟ منظور ما همون کلمه است. من هیچ وقت همچی چیزی به زبون نمیارم. از این به بعد بهتر مؤدب باشی، چون این کسی که اینجاست یه تاجر با کلاس بین المللیه. میفهمی؟ از معرفی خوبت سپاسگزارم. ولی آره، شاید نجات پرست نباشه، ولی مطمئنم برای رانندگی با این ماشین به اندازه کافی مرد نشده. نه اینطور نیست. این بابایی که اینجاست، این بهش یه هایبرد بده، همون به دردش میخوره. حق با تو الامار. برا تخفیف میزنم. میدونم مشکل شما پوله. مشکل من پول نیست. این بهترین بخششه. ببین الان چه جوری پول ای بدبختو بالا میکشه. ببین مرد، من باید برم. ای سیمیان، من رفتم. بهت زنگ میزنم داداش. بهترین بخششه مرد. خب جیمی، مطمئنی مرد شدی؟ پس بشین پشت فرمونو نشونم بده. بله حتما. چطوره ما بریم داداش ها؟ تمرکز ندارم نه باز منفی دور برم سرم تو لاک خودمه ولی هی بیز پشت سرم. گوش کن اینو برام پول خورده مرد. آخه با این چندرغازات چطوری برم مخ بزنم ها؟ درباره چی داری حرف میزنی؟ ببین عمه دیزی خیلی خوبه، بعد جوری تو کفشم خیلی وقته. تو حتی اسمشم درست بلد نیستی. اما میشم درست بلد نیستی. اما مخش تاب داره. نه اون خیلی جذابه. جذاب؟ تو یا جذاب ندیدی یا معنی کلمه جذابو نمیدونی؟ بی خیال مردون خیلی گنگش بالاست. من این مدلی میپسندم. لعنتی هیچ جا خونه آدم نمیشه. ببینم منو دعوت نمی‌کنی خونتون؟ بس دیگه برو گم شو، بعدم میبینمت. اینقدر به خاطر خوشگلیم به مسعودی نکن. به جاش برو یه سلمونی یه مدل مویی بذار بتونی باهاش 4 تا مخ بزنی. یا بهتر شایدم تونستی با مدل موی جدیدت یه کاری بکنی که تانیشا بی خیال اون آقا دکتر بشه و برگرده پیش تو سیاه. چی؟ خدا شفاعت بده. عزیزم به من داری میگی؟ اومدش. ما با هم زندگی میکنیم و اصلا درست نیست. گم شو از اینجا برو بیرون. باشه عزیزم، همونجا میبینمت. شنیدی؟ پشت تلفن بودم پسر، گوش وای نستا. مفخور لعنتی.